خداوند فرمود هر که در راه ما کوشش و تلاش کنه ما راه را به اون نشان میدهیم و توفیقش میدهیم. با مجرد آرزو که نمیشه. تو آرزو داشته باش، من آرزوی بهشت دارم، میشه؟ من آرزو دارم ثروتمند باشم، مگر میشه؟ من آرزو دارم شکمم سیر بشه، غذا هم نخورم، مگر میشه؟ نمیشه. این آرزوها آرزوی پوچه. آرزو دارم که سال دیگر من رمضان خوب باشم. از کجا معلوم به رمضان دیگر برسی؟ از کجا معلوم به نماز مغرب که چند ساعت بیشتر باقی نمونده برسی؟ چرا انسان دچار آرزو باشه این همه؟ قول حافظ بیا که قصر عمل سست بنیاد است، بده باده که ایام عمر برباد است. همش میره، قصر عمل به نتیجه نمیرسه، کاخ عمل به نتیجه نمیرسه. واقع بین باشیم و فرصت را غنیمت بشماریم و از این موقعیتی که خدا در اختیار من و شما قرار داده حد اکثر استفاده داشته باشیم. این عمر سرمایه خوبی خدا به ما داده. این فرصتها سرمایه های خوبی عزیزان، قدرشو بدانیم، کوشش کنیم، تلاش کنیم، قرآن مهجور نباشه، از ذکر و یاد خدا فاصله نگیریم، مساجد ما از نمازگزاران خالی نباشه، فردا مدعی ما قرآن و مسجد و پیامبر نباشه که پیامبر بفرماید یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پروردگار من این قوم من قرآن را رها کردن، از قرآن روی گرداندن، والعیاذ بالله. این گونه نباشیم، قدر موقعیت ها را بدونیم. و جاهدوا فی الله حق جهاده، میفرماید خداوند شما در راه خدا تا اونجا که میتوانید کوشش و تلاش بکنید، در همه میادین عبادت حضور داشته باشیم، حق الله در نظر بگیریم، حق الناس در نظر بگیریم، حق اهل و خانواده در نظر بگیریم و حق نفس خودمون را هم در نظر بگیریم. حقوقی که خدا معین کرده، برای ادا کردن این حقوق نیاز به تلاش داره، نیاز به قدم برداشتن و اراده پیدا کردن داره. بدون تلاش و بدون اراده انسان به جایی نمیرسه. ابوالدرداء رضی الله عنه یکی از شاگردان بسیار مبرز و برجسته پیامبر خدا علیه السلام بود. قسم یاد کرد، میگه خدایا تو میدونی اگر به خاطر این سه چیز نبود من دوست نمی داشتم، ما احببت العیش یوما واحدا، دوست نداشتم حتی یک روزم زنده بمونم. ما این همه طالب دنیا و عمر هستیم برای چی؟ ما همه دوست داریم عمر زیاد بکنیم، ولی آیا ما میخوایم عمر بکنیم برای اینکه نماز بخونیم، برای اینکه احسان داشته باشیم، برای اینکه معتکف در مسجد باشیم؟ نه، همه میگیم من عمرم دراز باشه، فلان خانه میخوام فلان جا داشته باشم، یه خانه برای پسرم درست بکنم، بچه هم را داماد بکنم، نوه های خودم را ببینم، از دنیا کیف بکنم.